ببین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. توی این یکی دو ماه گذشته این چهره محمدرضا گلزار حسابی جنجال به پا کرده و هر سایتی رو باز میکنی، هر پیج اینستاگرامی که باز میکنی، هر دو تا پست شاید یه پست اختصاص داده باشن به محمدرضا گلزار که امروز قصد داریم به افشای دستمزد نجومی و عجیب و غریب گلزار بپردازیم که ببینید که چه رقم‌های عجیب و غریبی رو صدا و سیما به سلبریتی ها پرداخت میکنه. از اون طرف حقوق کارمندای خودش رو 6 ماه نمیده. جالب بدونید که خیلی از کارمندای صدا و سیما توی بخش‌های مختلف به غیر از خبرنگارها و مجری اون کسانی که جلوی دوربین هستن به حال دفتر دستکی داره صدا و سیما دیگه. من توی شهرستانام همینطور حقوق کارمندای خودش 6 ماه نمیده. حداقل اینو منی که خودم تو صدا و سیما بودم میتونم تایید بکنم، چون همکارای قدیمی خودم الان همچنان دارن مینالن و میگن که مثلا حقوقای 6 میلیون 7 میلیون، شما فکر میکنید که مثلا کارمنده صدا و سیما چقدر میگیرن؟ تو همین هولوش و همین رنج حقوق میگیرن. 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون 5 ماه 6 ماه حقوقشون رو نمیدن و از اون طرف یهو خبردار میشیم که امثال گلزار دستمزدهای نجومی رو دریافت کرد. اشاره هم بکنن که حالا گویا ماجرای جدایی و طلاق گلزار هم جدی هستش و حالا توی این چند وقت آینده بذارید این سالگرد مهسا امینی برسه و سوژه‌ای نداشته باشن واسه سرگرم کردن مردم و اینکه حواس مردم رو پرت بکنن. یهو خبر طلاق سلبریتی پرطرفدار ایران در فضای مجازی در یه سری از این پیج‌های زرد حسابی وایرال میشه و تیتر زده میشه و طبعا خیلی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی و دولتی هم خب مجبورن که نسبت به این اتفاق واکنششون بدن و قشنگ مسیر اخبار میره به سمت و سوی خاص خودش. اما جالب بدونید که گلزار پیش از این 4 سال پیش اومد و در صدا و سیما مسابقه برنده باش رو اجرا کرد و اون موقع دستمزدش در صدا و سیما 5 میلیارد تومان بود، رقم عجیب و غریب توی اون سالها. و بعد از اون برنامه برنده باش که تعطیل شد، چیزی شبیه قمار بود و چیزی تو همین مایه ها که مراجع تقلید هم فتوا دادن و گفتن که آقا قمار و از این صحبت ها، برنامه رو تعطیل کردن، یه رشوه سنگین دادن و یه عده رو خریدن، برنامه رفت تو پلتفرم‌های اینترنتی. یعنی شما توجه بکنید تو صدا و سیما قماره، اما وقتی بره تو پلتفرم‌های اینترنتی، پلتفرم‌های مثلا فیلمو و نماوا، یهو دیگه قمار نمیشه، امام و انقلاب اسلام به خطر نمیافته. رفت اونجا، اسم برنامه شد هفت خان و دستمزدش برای اون برنامه هلوهوش 17-18 میلیارد تومان بود، همین 1-2 سال پیش. و حالا شنیده شده برای 40 قسمت ضبط برنامه پانتولیگ همچین چیزی، حالا آوردن توی صدا و سیما، جواد فراهانی هم تهیه کننده هستش، برای هر قسمت 500 میلیون تومان دستمزد این چهره گلزاره. یعنی ببینید اگر واسه مردم نون و آب نداشت اتفاقات چند ماه گذشته و حاشیه‌های گلزار، واسه خود آقای گلزار حسابی نون داشت. هم وایرال شد، پیج اینستاگرامش بیش از 2 میلیون نفر افزایش مخاطب داشت، تحت توجه قرار گرفت. ماشاءالله همه رو هم دنبال میکنه ها، یعنی پیج منو که با 2-3 تا پیج فیک دنبال میکنه و اصلا به شدت پیگیر. و هر کی که میگه من از حاشیه بدم میاد، اخ چیز بوف بوف نمیدونم چی بو میده، شما بدونید اون آدم از همه بیشتر با حاشیه ها حال میکنه و حاشیه ها رو دوست داره. و قبلا هم بهتون گفتم کاملا مراسم عقد و عروسیش یه مراسم سوری از پیش تعیین شده بود. یهو یه فیلم از اون دورمورا رد شد که ایشون از در اون
مراسمی که حالا مراسم عقدش بود میاد با آیسان از ماشین میخواد بره سوار ماشین بشه، بعد یه لحظه برمیگرده دوربین رو نگاه میکنه، بعدش هم میاد میگه که نمیدونم من نمیخواستم تو حاشیه این صحبت قرار بگیرم، به زور منو هول دادن تو حاشیه. آخه یکی نسبش بگه که پسر خوب ما از پشت کوه نیومدیم، یا اگرم اومدیم با هلیکوپتر اومدیم، یا آدم‌های اسکلی نیستیم. شمایی که نمیخواستی حاشیه داشته باشی خیلی شیک و مجلسی آقاد ورمی داشتی میبردی تو خونت مراسم عقد رو میگرفتی و خیلی شیک و مجلسی آب از آبم تکون نمیخورد. مگه تو عباس باتریساز یا سکینه سبزی فروشی که برداری بری مثلا توی یه همچین مراسم جاهایی، اونم وسط شهر جای شلوغ، مراسم عقد تو برگزار بکنی؟ آدمی هم نیستی که بگیم آدم خاکی هستی و تو دل مردم و تو دل جامعه میخواستی این کار رو انجام بدی. نه، کاملا این قضايا از پیش تعیین شده بود. قشنگ هم حالا گفتم دیگه، احتمالاً تو پاچش رفته بوده که آیسانه باردار بوده، بعد یه عده میگه که اگه کسی باردار باشه نمیتونه طلاق بده. حالا اگه طرف 3-4 ماه باشه، حالا فکر کنم زیر 4 ماه میتونه حالا یه حرکتایی بزنه و بگه بچه افتاد و اینها، و براش هم قشنگ تنظیم شده دیگه از همون موقعی که باردار شده تا شهریور ماهی که نقطه اوج شاید اعتراضات ایران باشه، سالگرد مهسا امینی خواهد بود. بعد از اون حالا نه تنها مهسا امینی، نیکا شاکرمی و خیلی دیگه از افرادی که بعد از اتفاقات مهسا امینی کشته شدن و هیچ وقت هم اون سیستم نیامد تعیین تکلیف بکنه. حالا اون میشه بحث سیاسی، اصلا باش کاری نداریم، ما بحثمون سلبریتی ها و سلبریتی ها هستش. جو به همین راحتی جلو نخواهد رفت و مردم مطمئن باشید که واکنش‌های زیادی نشون میدن. یه دفعه خبر طلاق گلزار میاد. از اون طرف جواد فراهانی گفته که ما دستمزدی که برای جواد فراهانی به عنوان تهیه کننده اون برنامه که حالا با صدا و سیما قرارداد بستن، گفتن که دستمزد گلزار نزدیک به 30 میلیارد تومنه، ناقابل، مفت و پول زیادی نیست با توجه به تبلیغ هایی که صدا و سیما میگیره و میدونید که صدا و سیما تبلیغاتش از ثانیه 42 میلیون تومن شروع میشه. حالا بستگی داره به شبکهش، حالا اگه شبکه 3 باشه و توی یک پیک تایم و یک گلد تایم باشه این اتفاقات میفته و گفتن که اون 30 میلیارد تومن هم دستمزد عجیب غریبی برای گلزار نیست. حالا اون وسطا داره تو صدا و سیما یه سری دزدی‌ها میشه، یه سری پولا داره توی بخش پیام بازرگانی و جای مختلف دزدی میشه. حالا یه تیکه از اون دزدی‌ها برسه برای این آدم جای دوری نمیره و دستمزد گلزار اینقدر اعلام شده. البته دستمزد رضا رشیدپور هم همین هولوهوش هر قسمت 400-500 میلیون تومان برآورد شده بود که البته رضا رشیدپور زرنگ‌تر از این حرفاست. اون به هر حال میدونه که سودش و درآمدش از جای دیگه خواهد بود و اون فعلا انصراف داده. البته اینو هم به شما بگم، این رضا رشیدپوری که من میشناسم یهو سر و کله‌اش تو صدا و سیما پیدا میشه و میگه من یک تصمیم انقلابی گرفتم و چنین و چنان، و مطمئن باشید که برمیگرده تو صدا و سیما اجرا میکنه. همون جوری که پیش بینی کردم گلزار میاد تو صدا و سیما و تمام این جنجال ها برای این بوده که گلزار توی صدا و سیما اجرا بکنه، برای اینکه یکم جذب مخاطب بکنن و اون صدا و سیمای فشل کشتی به گل نشسته رو بخوان حرکت بدن، که باز هم بعید میدونم تا وقتی ماهواره ها و شبکه‌های ماهواره‌ای باشن کسی سمت تلویزیون ایران نمیره. یهو خبر بازگشت شما ببینید رشیدپور به صدا و سیما هم خواهید شنید یا نه. در هر صورت حالا ما مثل شما منتظر خواهیم بود که ببینیم که این اتفاقات چی میشه، ولی خب به نظر من امثال گلزار باید از امثال عادل‌های فردوسی پور یاد بگیرن. فردوسی پور در آخرین مصاحبه خودش که من در جریان یکی از پیشنهادهای مالی عادل فردوسی پور هم بودم برای تلویزیون ایران اینترنشنال، میدونم که یه دستمزد 1.5 میلیون دلاری رو برای 6 ماه بهش پیشنهاد کرده بودن که بره توی تلویزیون ایران اینترنشنال اجرا بکنه، که رد کرده بود این قضیه رو. پلتفرم‌های اینترنتی رقم‌های بالای
100 میلیارد تومان به عادل فردوسی پور پیشنهاد کرده، اما به هر حال اون تصمیم گرفته که به صورت خصوصی در پلتفرم اختصاصی خودش فعالیت بکنه و این به هر حال از هوش عادل فردوسی پور هستش که اگر هوش نداشت قطعا جایگاهش اینجا نبود. امیدوارم که این افراد هم یاد بگیرن این سیستم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما هم بودید.